داخل ستینگ جنرال رو میزنیم، گزینه استورج رو انتخاب میکنیم و اینجا که به یه گزینه داره انیبلمون اول اون بالا میزنه. حالا شما به این برنامه‌ای که مثلا من الان ریلز اپو میزنم، الان روش کلیک کنم، اولین گزینه ببینید آپلود اپه. وقتی روش بزنم فضای کشمون یا حافظه پنهانش رو پاک میکنه. برنامه بغلش یه دونه اپ میاد، یعنی این که برنامه سر جاشه ولی فضای ابری این برنامه کامل از بین میره. یا ببین میام پایین تا برنامه زوم رنگ روش انتخاب بکنم، گزینه اول آپلود اپ میزنم و دوباره آپلود اپ. ببین شما این گزینه رو برای برنامه‌ای که کمتر استفاده میکنید یا اصلا استفاده نمیکنید انجام بدید، نه برنامه‌های روزمره‌تون. یادتون باشه الان شما این دوتا برنامه رو ببین بغلش ابر اومده، شما اگه دوباره رو این بزنید برمیگرده به حالت قبلی و فقط از حجم دانلودتون میره. پس شما باید یا حافظه پنهانی که پاک میشه براتون مهم باشه یا اینترنتی که قرار استفاده بشه و دوباره این برنامه رو آپلود کنید. اینو یادتون باشه برای این قضیه. راهکار دوم، میاید تو اپ، میاید سافاری رو پیدا میکنید، روش کلیک میکنید، سفر به طرف بالا که بکشید ببین اینجا الان گزینش میاره کلیر استوریان وبسایت دیتا. اینم بزنید اولوش 200 مگو براتون پاک میکنه.